امروز میخواییم با هم دیگه نون سوردو درست کنیم که به زبون خودمون میشه نون ترش. برای تهیه این نون علاوه بر مواد غذایی مورد نیاز، شما احتیاج به یه فر خیلی خوب که خوب داغ میکنه، یه قابلمه آهنی یا چوبدنی تقریبا متوسط و رو به بزرگ که حتی بهتر هم میشه و یک ترازوی دقیق آشپزخونه داریم که باید همه اندازه ها رو با دقت اندازه گیری بکنیم. یک کاسه تقریبا بزرگ رو انتخاب کنیم و همه مواد رو با هم دیگه مخلوط کنیم. اندازه ها و موادی که شما نیاز دارین همه رو من توی کپشن پایین نوشتم. وقتی که اینا کاملا با هم مخلوط شد، روش رو بپوشونیم و بذارین 1 ساعت بمونه. تو این فاصله من مقداری گردو، کشمش و انجیر رو خورد میکنم که به خمیر اضافه کنم و این به نونمون یک عطر و طعم بسیار خوبی میده. یه کمی هم بهش دارچین اضافه کردم که عطر خوبی به نونمون میده. بعد از 2 ساعت خمیر رو چک میکنیم. اینجا میبینید که من دستمو کمی مرطوب میکنم که به خمیر نچسبه و شروع میکنم از یک گوشه خمیر گرفتن و اونو توی خودش تا کردن. حدود 1 تا 2 دقیقه من این کار انجام میدم. بعد روشو میپوشونم و میذارم 1 ساعت دیگه، بازم 1 تا 2 ساعت استراحت کنیم. این حرکت کشش و تا رو 2-3 بار تکرار کنیم در طول 5 تا 6 ساعت. این باعث میشه که خمیر شکل بگیره، صاف بشه، عری بشه و شما توش حباب‌های هوا میبینین که این نشانه خیلی خوبیه که خمیر تقریبا آماده است برای شکل گرفتن. ما باید به این خمیرمون یه شکل گرد یا تقریبا بیضی بدیم، هر طوری که شما دوست دارید که نونتون به اون شکل در بیاد. الان حدوداً 6 ساعت گذشته. یه سطح صاف و تمیز رو انتخاب کنین، کمی روش آرد بپاشین و خمیر رو آهسته روش خالی کنین. اینجا میبینید که من خمیر رو تقسیم به 2 کردم. میخوام از این خمیر 2 تا نون تقریبا متوسطی رو به کوچیک در بیارم، برای اینکه قابلمه‌ای که من دارم خیلی بزرگ نیستش که بتونه توش نون بزرگ در بیاری و اینطوری به خمیر اجازه میدی که باز بشه و حالت اسفنجی پیدا بکنه. و اون رو منتقل کنین توی سبدی که از قبل آماده کردین و بذارین داخل یخچال 16 تا 20 ساعت بمونه. سبد نون دوم رو آماده میکنیم و بهش شکل میدیم و میذاریم مثل اولی حدوداً 20 ساعت توی یخچال بمونه.
وقتی خمیر آماده پختن شد، از قبل فر و قابلمه‌ای که میخواین داخلش نون رو بپزین 30 تا 40 دقیقه بذارید داغ بشه. خمیر رو از یخچال بیرون بیارید و با یه چاقوی شارپ یا یه تیغ یه برش متوسط، نه خیلی عمیق نه خیلی سطحی، بهش بدین تا نونتون از همونجا باز بشه، بزرگ بشه. این باعث میشه که نون حالت اسفنجی به خودش بگیره. قابلمه داغو با احتیاط از فر خارج کنین و خمیر رو بذارین توش، درش هم بذارین. اینو منتقل کنین توی فر. 5 دقیقه اول فر خاموش کنین کاملا. این باعث میشه که اون داخل قابلمه‌تون یه محیط بخار ایجاد میشه و خمیر شروع میکنه به باز شدن. بعد از 5 دقیقه فر رو دوباره روشن کنین، بذارین توی روی همون درجه‌ای که بوده و 20 دقیقه اجازه بدین که نونتون پخته بشه. بعد از 20 دقیقه درش رو بردارین و اجازه بدین که نون قهوه‌ای بشه، قرمز بشه. بعد که نون پخته شد از توی فر در بیارین و اجازه بدین 3 تا 4 ساعت این کاملا خنک بشه، این سرد بشه. بعد شروع کنین به بریدن نون. اگه وقتی نون هنوز داغ هستش اون رو ببرین، ممکنه که داخلش حالت خمیری بشه. لطفاً یادتون نره که لایک کنی، شیر کنی، برام کامنت بذارین، سعی میکنم همش رو جواب بدم. و اگر که فراموش کردین سابسکرایب کنین، لطفاً فالو کنین چنل منو برای ویدیوهای آینده. ازتون متشکرم. خدا نگهدار.